خداوند مهربان، ما شما مکمل چپتر 40 تشریح کرده بودیم، امروز 41 است. فقط قبلا چیزی که کار کرده بودیم امو گپ است، کدام چیزی نو نیست. فایده چی است؟ امو تیبل ما را چی کرده؟ یک رو سپن داده، یعنی یک چی است؟ اضافه است. چون این خود ساده است، هم کپی میکنیم، پس دوجه پیستش میکنیم. صحیح؟ تیبل بادر یک وایدش هایدش و تیبل روی ما یک هیدرش کالسپین چی کار میکنه؟ ایره براتون شو میکنه. ایره ریفرش کنی سیکو چقدر فاصله داره. ایره چی میگه؟ کالسپین. حالا فعلا من از چی میکنم؟ کالسپین خودم از بین میبرم. صحیح؟ مهربانی. صحیح؟ هر وقت که میخواستی که دو رو را یک بسازی یا فاصله بده، توسط چی میتونی؟ توسط کالم سپن. کالم خود انشاءالله کالم هستن و سپن فاصله داده میشه. صحیح شد؟ مستقیم سه یک کالم باشه. اینم دو گرفتیم، فرض کن اینجا برشون آیدی شد، اینجا برشون چی میگیریم؟ فرض کن نیم. صحیح شد؟ ایره سیو و سیو ایره ریفرش میگیریم. آیدی نیم. صحیح؟ دی نیم باز میتونه اینجا فادر نیم باشه، اینجا نام خودش، اینجا فادر نیم. ما شما شهرت نوشته میکنیم نه؟ صحیح؟ صحیح؟ خب آیا چرا در این ما نوشته کردن میتونیم یا نمیتونیم کار خانگی شما؟ چی کار خانگی؟ خیر است. فرض کو نیم یا نوشته میکنیم type your name and father name. صحیح؟ ایره سیو ولی سیو ایجا چی؟ ریفرشش میکنیم. type your name and father name. خب باز در چی که بود او را برشان نوشته میکنی. انتریش خب میتونی در ایدی یک خودش ایدی شد، تیبل دیتایش چی مندازی؟ نیمش نوید. صحیح؟ فادر نیمش هم خان. سیو ریفرش جاوید گپ نزن. صحیح شد؟ ریکارد دوم سوم چهارم به همین ترتیب کلش میتونی که جور کنی، چیزی که قبلا خوانده بودی. خب میم در چپتر بعدی در 42 چی خوانده بودیم؟ همون تیبل است، اینجا به شکل چی است؟ دیزاین داده. سعی کو تیبل هیدر کلش فقط اینی موضوع کم است، امور تشریح میکنیم. صحیح است؟ خب ایرا چون یک صنف جدید برشان میگیریم که گد بد نشکت شما. مشکل خو نیست انشالله. کلش بله؟ مشکل نیست. که ضرورت انشالله پیدا باشه او وقت بدن میخوره، که ضرورت نباشه شما خب هیچ بدن نمیخوره. نه خب میم دیگه صنف سیوم تیبل خودم میگیریم. خیر است. میم دیگه امی مکمل تیبل هیدر و غیره کلش یک چیز است، فقط در تیبل در اول چی است او را کار میکنیم که چی رقم کار میشه، چی است چیزی نیست. سیکو این چیزا خو کلش ریکارده که قبلا کار کرده بودیم و موس کدام چیزی دیگه نیست. صحیح؟ گیر سیو میکنیم، بعد صفحه خود چی میکنیم؟ ریفرش میکنیم. به این ترتیب تیبل شد. دیگه که یک کلر برشان اضافه شد. دوم چی است؟ امپلای انفارمیشن هم آمد، دیگه چی آمد؟ د سنتر هم آمد. اینا ایجم ایرم جاوید ایجا چی است؟ خان ایجا علی، هر چی که نوشته کردیم. صحیح؟ ایره ریفرش کردم به این ترتیب آورده. صحیح؟ خب اینی هیدر آیدی نیم. صحیح؟ اف نیم. صحیح شد؟ میم دیگه بر ما چی گفتن؟ تیبل بوردر واید هایت میفهمی. صحیح؟ دیگه بک‌گراند آمیج چی مونه؟ عکس آورده. خب حال ما شما عکس هم برشان میاریم. دیگه یک فولدر پس برو، دیگه یک آمیجز داریم، اینی را لینک میدیم. صحیح؟ بله؟
item GPG. آه. ما شما اینجا چی دارن؟ دو ایسو میکنیم بجایش اینی عکس بیاین. موافق هستین انشاءالله؟ در امیجز فولدر در اون هست، در اون هست. پس اینجا ریفرشن کنیم، ریفرش کنیم مستقیم ما یک پیکچر هم صحیح شد؟ یک کارش نه. این بگراند خود شما بلده داریم. خب اوجه کالم سپین خوانده بودیم نه؟ اینجا چیه؟ سل پدینگ. سل پدینگ چی مونه؟ دمیانش فرض کو فاصله بوده. اینا سل پدینگ 10 پیکسل. پس اینجا ریفرشش کن. پس ریفرش کردم چقدر فاصله را گرفتیم. اینا ما کم زیاد میدم فاصله را. مکمل تیبل است خب. میبینی فاصله؟ بله بله. مکمل این سل پدینگ بر ما چی کرد. اما دیزاین بگراندش هم برشان باز تعیین میکردیم. میتونی در اول بگراند برای دادن فرض کو بگراند 4 صحیح. میم دیجا برشون سل سپیدینگ کم میکنیم که زیاد شدم. 0 باشه 0. پس ریفرش کو فاصلهش کم کن. میم دیگه سل سپیدینگ و سل سپیسینگ. سپیسینگ فاصله دادن، سل پدینگ بیرون آوردنش. یعنی فرض کو به اندازه دا بر ما چی کو فاصله بدی. فاصله داد نداد. میبینید چه کار کرده دیگه؟ مکمل از یک رو بر روی دیگه به اندازه چقدر فاصله داد؟ 10 پیکسل. میتونی اینه 100 پیکسل بسازی. صحیح؟ میبینی؟ هر چقدر که میخواستی توسطی میتونی. اگر 0 ساخته پس 0 به این اندازش. بسیار کم فاصله زیاد این یک پیکسلش بس است. کمی بگراند داره. یک کم نی دویش میسازیم که کمی اینه صحیح شد نی؟ اینی میتونیم که توسطی به این ترتیب تیبل بسازیم. خب دیگه داریم باردر. باردر ما شما رنگش رد گرفته میتونی بلو هر رنگی که میخواستی او را برشون تعیین کردم میتونی. صحیح شد؟ بلو وایت هر کدامش که میخواستی. صحیح شد؟ خب دیگه الاین سنتر انشاءالله این رو میفهمه. طرف تیبل ما لفت باشه، رایت باشه، سنتر باشه و انشاءالله او خود شما زیادتر تکرار شده باید. خب پس دیجه دی تیبل ما چیزی نیست. مکمل کپشن الاین باتم در پایینش چی نوشته شود؟ اینی چیز نوشته شود. اگر باتم نی برشان چی؟ آپ سیف. پس ریفرش اپلای انفورمیشن هر طرف که میخواستی آورده میتونی. این بود مکمل تیبلی که تا صفحه چی کار کردیم. کار خانگی شما 43 44 45 45 تا 43 44 45 3 صفحه پرداخت پیشتان میبینم. درس از غرض نیست. درس امروزی